در پایان سالهای 1930 تنها در تاجیکستان نکمتر از 15,000 نفر قربانی ماشین سرکوبگری استالینی شدند. دانشمندان، نویسندگان و حتی مؤسسان دولت شوروی. آن صحیفه های مدهش تاریخ در تاجیکستان تا حال پرره آموخته و قانون درباره سفید کردن قربانیان سرکوب‌های سیاسی قبول نشده است. حکومت امروزه تاجیکستان برای سرکوب‌های سیاسی مخالفان و منقدانش انتقاد می شود. مسلم است که ما به سطح سرکوب‌های استالینی رسیده ایم و در تاجیکستان مشاهده کردن حادثه‌های اخیر بسیار رقت‌آور است. کمی قفاتر برویم می‌بینیم که تاجیکستان را بعد جنگ داخلی چون نمونه عبرت بنیاد یک جامعه بسیار حزبی ستایش کرده و وجود یگانه حزب نهضت اسلامی را در قلمرو آسیای مرکزی مثال می‌آوردند. بعد حمله 9 سپتامبر سال 2001 تاجیکستان را در افغانستان مثال آورده می‌گفتند که بعد سقوط کمونیسم توانست حزب‌های سیاسی دموکراتی را بنیاد کند. ولی بعد چی شد؟ بخصوص بعد سال 2015 ما شاهد سرکوب‌های فوق‌العاده شدیم. اصلا گفتن یک حرفی که خلاف با موقع حکومت است امکان ناپذیر شده است. اگر تو مخالف حکومت هستی دهانت را می‌بندند، یعنی به زندان می‌فرستند یا مجبور می‌کنند کشور را ترک بکنی. مقامات در تاجیکستان وجود محبوسان سیاسی را رد کرده گفتند محکوم شده ها برای نقض کودکس جنایی پشت پنجره رفتند. ولی سازمان های حامی حقوق مثل خانه آزادی میگویند امروز دهها فعال مدنی، خبرنگاران و بلاگران اعضای حزب و حرکت های سیاسی در زندان های تاجیکستان هستند و این نفران از شانس محاکمه های عادلانه و شفاف محروم شدند. با یک جمله بگویم به جزایی به پرزیدنت امامعلی رحمان امکانیت می‌دهد که سیاست بی‌رحمانه و سرکوبگرانش را نسبت به منقدان حکومت ادامه بدهد، از بس که این عملهایش هیچ عاقبتی ندارند. مثلا در شکل جاری کردن تحریم مثل ندادن ویزا آنگونه که حامیان حقوق دوام چندین سال است طلب دارند، این سیاست دوام می‌کند. نقش ژئوپلیتیک ظاهراً مهم است، همچنین سرحد طولانی تاجیکستان به افغانستان و توان رحمان برای فرار از مشکلات ژئوپلیتیکی و هم اینکه در خارج در پایتخت‌های آمریکا و اروپا خیلی کم درباره تاجیکستان فکر می‌کنند که همه این احتمالاً سبب چنین وضع شده است. نقش شریکان سیاسی و اقتصادی مثل روسیه و چین به باور تحلیلگران برای باز هم بیشتر شدن سرکوب‌ها سبب می شود.